کجا داری میری تو؟ نرم چشم. بابای من از صبح به خدا نشستم دارم درس میخونم، 2 ساعت بازی کردم. الانم دارم میرم، اگه اجازه بدی به ادامه بازیم برسم. برم گیم بزنی. ما همسن شما بودیم، تو برف و باد و بوران و امتحان فردا و 6 تا خط کش بخور اینا میرفتیم مدرسه، بعد تو ساعت 12 شب میخوای بری گیم بزنی؟ بابا آخه الان من 2 ساعت دارم بازی میکنم، به خدا یه وین نگرفتم تو این بتل رویاله. هیچی. برو بشین اونجا، هدستم بذار تو گوشت. تا یه دست وین نگیری نمیذارم بخوابی. پدر گیمر باشه بچهش یه وین توی بتل رویال نگیره؟ بودو منتظرم. به خدا فردا باید برم مدرسه و من امتحان دارم. بذار من برم بخوابم. این دستو بزنی به قول میدم وین باشه. بودو منتظرم نگاه میکنم، تشویقت میکنم بابا. آخه انقدر بازی کردم